تا حالا شده بخوای یه کار خاص، یه توجه ویژه، یه مهربونی تمام و کمال، همه خوبیت رو با یکی قسمت کنی؟ نه نصفش رو، نه قسمتی ازش رو، همه خوبیت رو. میدونم بارها و بارها شاید این کار رو انجام داده باشی، این خیلی میتونه قشنگ باشه، اما یه سوال: آیا همه آدم ها قابل بخش پذیری هن؟ آیا همه آدم ها همه خوبی تو رو کامل دریافت میکنن؟ خیلی جالبه که تو ریاضی هم همینطوره. همه عددها برای همه تقسیم ها ساخته نشدن. بعضیاشون با هم جور در میان، کامل تقسیم میشن بدون باقی مانده. بیا تا بهت بگم کدوم عددها کی قابل بخشیدنن و کی نه. خب امروز میخوام بخش‌پذیری اعداد 1 تا 10 رو براتون توضیح بدم، بریم که پروندهش رو به طور کامل ببندیم، دیگه هیچ مشکلی توی این مبحث نداشته باشید. بخش‌پذیری بر 2، تمام اعدادی که زوج باشن، یعنی یکانشون 0، 2، 4، 6 یا 8 باشه. یکان اون اعداد یعنی مرتبه یکان حائز اهمیته. یکانش اگر هر کدوم از این اعداد بود، اون عدد بر 2 بخش پذیره. هر چند رقمی که میخواد باشه اهمیتی نداره، ارقامت هر چی که هست مهم نیست، مهم اینه که رقم یکان شما زوج باشه. بخش پذیری بر 3، بیشتر بچه ها فکر میکنن که بر 2 چون زوج بود حالا بر 3 باید فرد باشه و از اینجور حرفا. اینا رو کامل بریزید دور. بخش پذیری بر 3 یعنی عددی اگر داشتی شما جمع رقمهاش، جمع این رقم ها یعنی 9 به علاوه 8 به علاوه 1، مثل این مثالی که دارم میزنم. چون جمع رقم ها این الان میشه 18 و 18 بر 3 بخش پذیره، پس نتیجه میگیرم کل این عدد بر 3 بخش پذیره. ببینید بچه‌ها الان این عدد فرده بر 3 بخش پذیر شد. من مثال زوج هم براتون میزنم، مثل 510 یا مثلا 9510. فکر نکنید حتما باید 3 رقمی باشه. الان این عدد زوجه ولی جمع رقمهاش میشه 15 و چون 15 بر 3 بخش پذیره، پس این عدد هم کامل بر 3 بخش پذیره. بخش پذیری بر 4 خیلی جالبه، بیشتر بچه های نکته رو نمیدونن. بخش پذیری بر 4 2 تا موردش رو باید بلد باشی، یعنی 2 تا نکته داره. 1، 2 رقم سمت راست شما 0 باشه، یعنی یکان و دهگان 0 باشه. پشتش هر چند تا رقم باشه اهمیتی نداره. اگر 2 رقم سمت راست شما 0 بود، اون عدد بر 4 بخش پذیره. مدل بعدیش اینه که عدد شما 2 رقم سمت راستش بر 4 بخش پذیر باشه. مثلا 1820. الان چون این 20 2 رقم سمت راستم، خود عدد 20 بر 4 بخش پذیره، 4 5 تا میشه 20 تا، پس کل این عدد بر 4 بخش پذیره. این 2 مورد میشن بخش پذیری بر 4. اعدادی بر 5 بخش پذیرن، 5، 10، 15، 20، 25، 30. یکانشون باز اینجا درگیر یکان میشیم، یکانشون 0 یا 5 باشه دیگه مشخصه دیگه، مثلا 9985. فقط یکانش مهمه. اعدادی بر 6 بخش پذیرن که هم بر 2 هم بر 3 بخش پذیر باشن. ببینید بچه‌ها برای بخش پذیری بر 6 باید 2 مورد رو بررسی کنی، هم بر 2 و هم بر 3. یعنی اول از همه حواست باشه عددت زوج باشه، یکانش 0، 2، 4، 6، 8 باشه. قدم دوم این که بیای رقم‌ها رو جمع کنی، حتما بر 3 بخش پذیر باشه. مثلا 870. الان این عدد رو نگاه کنید، زوجه. تا دیدم زوجه میرم بررسی میکنم که آیا بر 3 هم بخش پذیره یا نه. یعنی اگر عددی دیدی مثل 891 این عدد فرد بود، اصلا سراغ بخش پذیری بر 6 نرو، وقتتو تلف نکن که اینا رو جمع کنی ببینی بر 3 بخش پذیر میشه یا نه. چون ویژگیش اینه که حتما اول زوج باشه، بر 2 بخوره، بعد بریم سراغ جمع رقم‌هاش. الان 8 با 7 میشه 15. این عدد بر 3 بخش پذیر، زوج هم هست، بر 2 هم بخش پذیره، پس نتیجه میگیرم بر 6 بخش پذیره. بریم سراغ بخش پذیری بر 7. اینم فکر کنم براتون جالب باشه مثل بر 4، چون که خیلی احتمالاً کم شنیده باشید.
بخش پذیری بر 7 رو یه کوچولو دقت کنید. حتما یه جای این نکته رو بنویسید که یکی دو بار با خودتون تکرارش کنید تا ملکه ذهنتون بشه. بخش پذیری بر 7 اینجوریه. بچه من با یه مثال خیلی ساده توضیحش میدم، بعد عدد رو بزرگ میکنم. مثلا مثل 21. ببینید عدد 21 میدونیم دیگه، الان هممون میدونیم که 3 هفته میشه بسیار. میخوام بهتون ثابت کنم که چه ویژگی میتونه داشته باشه. قانونش اینه: یکان رو 2 برابر میکنی، یعنی ضرب در 2 میکنی. 1 رو ضرب در 2 کن میشه 2. از بقیه عدد هر چی که هست کمش بکن. یعنی 2 که مونده اینجا رو منهای ضرب اینا بکنم میشه 0. یا باید جوابش 0 بشه یا مدل بعدی مثلا 252. 252 رو میخوام چک کنم ببینم به 7 بخش پذیر هست یا نه. یکانش رو 2 برابر کن، 2 تا میشه 4 تا. 4 رو از بقیه عدد کم کن. 25 منهای 4 میشه 21. حتما عدد شما یا باید باقی مانده ای که ازش میمونه 0 بشه یا 7 بشه یا مضربی بر 7 دیگه. خب خود 7 هم مضرب 7، یعنی یا باید حتما این ته 0 بمونه یا مضربی از 7 بمونه. اون موقع اون عدد بر 7 بخش پذیره. بخش پذیری بر 8. ببین بچه‌ها، بخش پذیری بر 8 نمیخوام خیلی گیجتون بکنم. یه مورد خاص داره اینجا می‌نویسم که 3 رقم سمت راست شما اگر 3 تاش 0 بود، اون عدد حتما بر 8 بخش پذیره. تمام عددهایی که 3 رقم سمت چپشون 0 باشه بر 8 بخش پذیرن. اگر 3 رقم 0 نبود دیگه باید تقسیم چکشی انجام بدید ببینید به 8 بخش پذیر میشه یا نه. بخش پذیری بر 9. جمع رقم‌های عدد باید مضرب 9 بشه. یه کوچولو شبیه 3 دیگه، یعنی باید جمع کنیم رقم‌ها رو، ولی اینجا باید حواسمون باشه که حتما مضرب 9 بشه. مثلا 99، حالا همتون میدونید 9 با 9 که میشه 18، مضرب 9 هم هست. یا مثلا بشه 333. الان این 3 تا رقم رو با هم جمع کنیم میشه 9. 9 هم بر 9 بخش پذیره. حالا حواستون باشه یه نکته ویژه: تمام عددهایی که بر 9 بخش پذیر باشن بر 3 هم بخش پذیرن، اما برعکسش درست نیست. تمام عددهایی که به 3 بخش پذیرن امکان داره بعضیاشون به 9 بخش پذیر نباشن. مثل 51 اینجا می نویسم. ببینید 51 الان بر 3 بخش پذیره چون جمع رقم هاش میشه 6 و 6 به 3 میخوره، اما 51 به 9 بخش پذیر نیست. پس اینو خیلی حواستون باشه. بخش پذیری بر 10. 10 20 30 40 50 60 دیگه کاملا مشخصه. تمام عددهایی که یکانشون 0 باشه بر 10 بخش پذیر. از همه ساده تره. خب یه نکته خیلی ویژه میخوام خدمتتون عرض کنم. یه عددی رو میخوام بهتون معرفی کنم که به همه اعداد 1 تا 10 همزمان بخش پذیره. خیلی به نظرم جالبه. دوست دارم شما هم یه عدد برای من مثال بزنید که حداقل به 4 یا 5 تا از اینا بخش پذیر باشه. اگر پیداش کردید حتما برام کامنت بذارید. ولی من الان میخوام بهتون یه عددی رو مثال بزنم خیلی قشنگه که به همه اعداد 1 تا 10 بخش پذیره. خب بریم سراغ عددی که بهتون گفتم. عدد خیلی بامزه و جذاب. من که کلا اینجور مثالا رو میبینم خیلی ذوق میکنم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. 25 20 2520. این عدد کامل به اعداد 1 تا 10 بخش پذیره. خب همه عددا که به 1 بخش پذیرن. نگاه کنید دونه دونه، میخوام خیلی حوصله‌تون رو سر نمیبرم، سریع توضیح میدم ببینید که به همشون بخش پذیره. زوج به 2 بخش پذیره. جمع رقم هاشو ببینید 2 با 5 7، 7 با 2 9. کلا جمع رقم هاش بر 3 هم بخش پذیر شد. 2 رقم سمت راستش 20، یعنی به 4 بخش پذیره. 4 5 تا 20. یکانش 0 به 5 بخش پذیره. چون هم به 2 بخش پذیر شد هم به 3 بخش پذیر شد پس به 6 هم بخش پذیره. اینم به 6. بر 7ش رو فقط نگاه کنید چقدر جالبه. ببینید یکان که 0، من اگه اینو 2 برابرش هم بکنم بازم میشه 0. 0 هم از بقیه عدد کم کنم باز میمونه 252. یه بار دیگه این مرحله رو میتونم تکرار کنم. یکان رو 2 برابر میکنم میشه 4. از بقیه عدد 25 کمش میکنم میشه 21 و مضرب 7 شد. بخش پذیری بر 8. میخوام براتون تقسیم چکشیش رو انجام بدم تا ببینید که بر 8 هم بخش پذیره. 3 8 تا 24 تا منها میکنم. امیدوارم که تقسیم خوب بلد باشید.
1 8 8 منها 4 0 8 5 هم 40 تا. دقیقاً بر 8 هم بخش پذیر شد. جمع رقم هاشم که دیدید 9 شد بر 9 هم بخش پذیره، یکانش 0 بر 10 هم بخش پذیره. این عدد رو تو ذهنتون بسپارید که هر وقت خواستید یه عدد جالب مثال بزنید در مورد بخش پذیری 1 تا 10 2520 رو بگید. خسته نباشید.